الحمد لله رب العالمين، صلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و هموطنان محترم، از خداوند طلب میکنیم که من و شما را همیشه در بندگی خودش در هدایت صراط مستقیم پروردگار را استوار بدارد. اللهم حول حالنا الى احسن الحال. روز تا روز ما را با هدایت و با ترس خودش، با فهم و درک معانی کتابش پروردگار را حفظ و هدایت کند. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار برحمتك یا ارحم الراحمین. آمین. برادران عزیز، حسب ترتیبی که ما در سوره ها در بعض مسائل و احکام و حکمت از نام سوره ها و بیان بعض از مسائل سوره ها میپردازیم، سوره نوبتی من و شما که همچنان از قاریا گوش کردیم سوره انفال هست. معنای انفال چی هست و این سوره چگونه نازل شد؟ البته سوره انفال از سوره های مدنی هست. 75 آیت و 10 رکوع دارد. وقتی که سوره انفال نازل می شدن، پیامبر صلی الله علیه و سلم غزوه بدر را به خاتمه رساندند. بدر مکانی هست که در اونجا مردم مکه آمده بودند. بدر قریبتر با مدینه هست، در اون راه مکه و مدینه اونا آمده بودند در اونجا. البته اولین جنگ بود در میان صحابه و پیامبر و اون مردمی که از مکه آمده بودند. و در این غزوه بدر غنیمت موندگی بود، یعنی از اون انسان هایی که در مقابل پیامبر، در مقابل اسلام، در مقابل صحابه کرام جنگیدن، چیزهای غنیمت موندگی بود. صحابگان در میان خودشان بعضی صحبت ها کرده بودند که این غنیمت ها را کیها میگیرند. مثلا یک گروه صحابه در حفظ و حمایه پیامبر بودند صلی الله علیه و سلم، اونها میگیرند، یا اونهایی که خودشان این غنیمت را جمع کردند بعد از غزوه بدر اونها میگیرند. یعنی مستحقین این غنیمت کیها هستند؟ همون غنیمت را با انفال نفل گفته زیادتون علی الاصل میگن، یعنی اونا جنگیدن به خاطر نصرت. غنیمت در اونجا زیادتی است، زیادتی بر اصل است، اصل نصرت است در جنگ. برای همون ایرا انفال جمعش میگوید، همون نفل است، یعنی غنیمت ها رو میگوید. برای همون ابتدای سوره میگه یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول. یعنی شما مثلا نمازهایی که ما میخونیم، ما نمازهایی داریم، تهجد و تحیه مسجد و مثلا 2 رکعت بعدی وضو کردن و طهارت کردن، همه اینها نفلن. معنای نفل زیادتون علی الاصل، یعنی اصلا همون فرضها هستن و اینها را میگن نفل به معنای زیادت بر اصل. وقتی که اینها در میانشون نسبت این غنیمتی که از اون جنگ به اینها مانده بود در تقسیم او میان یکدیگر گفتگو میکردن. پیش از اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بپرسند، خداوند سوره انفال نازل کرد. بعد غزوه بدر در اونجا برای اونها گفت که یسألونک عن الانفال، ای محمد صلی الله علیه و سلم تو را درباره غنیمت ها اینا میپرسند، تو بگو که مال غنیمت لله و رسول، یعنی اون را حکمش تقسیمش الله و رسول میدونن. برای همون در اسلام خداوند در قرآن میگه که ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. یعنی حکم را خدا و رسول او در میان مؤمنین یا مؤمنه ها، یعنی زنها، در میان هر قشر جامعه حکم را خدا و رسولش حکم کرد، دیگه هیچ اختیار برای اونها نمیماند. یعنی این محل تجلی ایمان و اسلام است. معنای ایمان همی است قبول کردن حکم خدا و رسول. اسلام، استسلام معناش همین است. برای هم میگه اگر الله و رسول
امر را میان شما حکم کرد، دیگه شما در اون امر هیچ اختیار ندارین غیر از اون حکمی که الله و رسول اون را بیان کردگی است. انفال به معنای همون اموالی که بعد جنگ ماندگی بودن، غنیمت هایی که ماندگی بودن، در این سوره صحبت درباره همین می‌رود. دیگر انبیایی که گذشتن برای اونها این غنیمت حلال نبود. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث میگه که اوتیت خمسا لم یعطاهن احد من قبلی، یعنی من 5 چیز داده شدم یگام نبی از گذشتگان این را داده نشده. نصرت برعب مسیرة شهر، میگه دشمنان من را الله تعالی در میان سفر یک ماه در دلشون رعب میدازه، ترس میدازه. این را مرا دادن. و جعلت الارض لی مسجدا و طهورا، زمین برای من پاک و مسجد گردانده شد. یعنی دیگر انبیا علیه السلام و امتاش میخواستن نماز بخوانن، همون معبد میرفتن، همون جای عبادتگاه. نه که امتی من همین زمین مسجد است برای من. هر کجا سری کار، سری ادیر، خانه، مسجد، کجایی که نماز دریا کرد وقتش که رسید در اونجا نماز ادا میکنه. احلت لی الغنائم، حلال کرده شد برای من غنیمت ها. یعنی بعد از جنگ اون مال و اموالی که غنیمت میماند از اون طرف، اینا برای من حلال شدن. و اوتیت الشفاعه، و مرا الله تعالی چهارم چی؟ شفاعت دادگی است. یعنی در میان انبیا علیه السلام روز قیامت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم شفاعت میکند. و کان النبی یبعث الى قومه خاصه و بعثت الى الناس کافه. پنجم همین است که هر نبی به سوی قوم خودش خاص فرستاده میشد و اما من به سوی کل مردم فرستاده شدم. این 5 چیز است که الله رب العزت پیامبر صلی الله علیه و سلم داد و انبیای گذشته پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم این 5 فضیلت را نداد و یکی از اونها احلت لی الغنائم، و همین غنیمت ها برای من حلال کرده شد. میگه برای برادران عزیز، سوره انفال در این باره صحبت میکند که بعد غزوه بدر و صحبتی که در میان صحابگان شدن درباره تقسیم مالی که ماندگی بود، در اونجا حکمش الله تعالی بیان میکنه در این سوره که چگونه تقسیم شود. بنابر این که ما برای شما گفتیم که ما تسترک نریم، قریو را دایره نمیکنیم، الکی قریو دین سوره یوسف ابتداش شروع کردن. بعد این سوره توبه است. سوره توبه از سوره های مدنی هست. تقریبا 129 آیت و 16 رکوع دارد. سوره توبه یگانه سوره هست در قرآن که اینقدر نام زیاد داره که تقریبا 19 تا نام دارد. مشهور همون است در قرآن ها سوره توبه یا سوره براءت، اما این نام های عجیب دارد، چون که در این سوره بیان فضاحت و رسواگی منافقین بیان می شود. بنابراین این سوره تقریبا 19 تا نام دارد. مبعثره نام دارد، مشققه نام دارد، مدمدمه نام دارد و یکی از نامها سوره العذاب است. یکی از نامهاش سوره سیف، شمشیر، چون که آیه سیف در همین سوره ذکر می شود. برای همین سوره توبه یگانه سوره هست که در قرآن شما میبینید که به بسم الله هست. همه سوره ها بسم الله دارن، سوره توبه ندارن. بنابراین که در این سوره بیان عذاب و یعنی سوره الفاضحه نام دارد. یکی از نامهاش فاضحه است، یعنی رسوا کننده منافقین. در اینجا خداوند رسوا میکند منافقین میماند در بیان این سوره. و بنابراین حضرت عبدالله ابن عباس میگه من از حضرت علی پرسیدم که چرا این سوره به بسم الله است. حضرت علی گفتند که بسم الله رحمتون، بسم الله الرحمن الرحیم رحمت است. این سوره به همه عذاب است، بنابراین میگه این به بسم الله است. نه که قول درست و صحیح نزد علما همین است که همه سوره ها با واسطه جبرائیل با محمد صلی الله علیه و سلم با بسم الله می آمدن. خود نزول این سوره به بسم الله آمدگی است. در نزول شوی این سوره بسم الله آمدگی نیست و این قول درست است. و این سوره در میان مجموع سوره های قرآن یگانه سوره هست که کلمه توبه در این به نهایت بسیار آمدگی است. بنابراین نام سوره رو به همین گذاشتن.
سورة توبه تقریبا 17 مراتبه کلمه توبه در این سوره ذکر میشه. بندگی پیش خدا، برگشتن پیش خدا، از همه مقام بلند بندگی همین توبه است که انسان توبه کند بر بگردد. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک حدیث دارد، در اون حدیث میگه که شما مردی که در صحرا هست سواریش گم میکنه، در اون سواری آب است و نان است، سواریش گم میکنه. میگه وقتی قدرت پیدا میکنه از اون لجام سواریش میقپد. یا اینکه یک انسان در صحرا است و از تشنگی تلف میشود، یک که نشانش میته الله تعالی یکم مکانی را که در اونجا آب است، دست به خوردن آب پیدا میکند. پیامبر صلی الله علیه و آله این چقدر خرسند میشه. یا میگه یک زنی که سالها شد دنبال این است که فرزنددار شود، مادری بی بساط دنبال میکند که فرزنددار شود، میگه یک روز میشود که در بطن او فرزند پیدا میشود. اون میگه چقدر خرسند است، چقدر خرسند است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه از هر سه امیده روز بنده توبه میکنه برمیگرده، الله تعالی هر سه اینا دا خرسند میشود. الله تعالی دوست می‌دارد برگشتن بنده را به سوی خودش. بسیاری از بزرگان من و شما هستند که چه کارهای نمی‌کردند، مثل زمان همون جوانی و مثل همون انسانی که بس اخلاقهای نامطلوب دارد، لیکن اونا آمدن توبه کردن، در اسلام شخصیت‌های شدن. یشار الیه بالبنان، طرف اونها با انگشت‌ها اشاره میکنند. عالم شدن، فقیه شدن. بعد از اینکه صحبت اونا میاد دیگر کلامی در اون مسئله نیست. یکی از اونها فضیل ابن عیاض است. این را میگفتن فضیل لیس، دزدی میکرد. این قدر شهرت پیدا کرده بود، فقط این کیسه حاجی ها را میبرید. این قدر شهرت پیدا کرده بود، یک روز در یک دیوار از این طرف خودش نشستگی است، از اون طرف دو تا حاجی صحبت میکند، سماشون گرفتن در کجای جاگه میکنن، میگه که همین یک جای نقض ده بمون که فضیل درکش نیاوه. فضیل میشنوه، میگه که ای الله، میگه دو حاجی برای این که خانه حج بروند از فضیل میترسن که اموال اونا را میبرد. تو یا رب، ای الله، میگه توبه کردم، بس کردم، میگه برگشت. بسیاری از بزرگان هست انشالله در دوام صحبت ها ما میکنیم که اونا برگشتن، توبه کردن، از بندگان نیک و صالح خدا شدن. علما، محدثین بسیار در اینها بودن که میخشدن. برای همون قرآن میگوید که اونهایی که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، میگه ای بندگان من که در معصیت بسیار اسراف کردین، یعنی بسیار گناه کردین، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت من الله تعالی ناامید نشین، بر بگردین، توبه کنین. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که توبه کننده از گناه مثل این است که گناه نکرده باشد. در مفهوم آیات ها و احادیث هست که انسانی که گناه میکند توبه میکند، یبدل الله سیئاتهم بالحسنات، الله تعالی امون بدی های بزرگ او را با نیکی ها تبدیل میکند. بس توبه کردن و برگشتن پیش خدا مقام بلند دارد. من در یک قصه خوانده بودم، در زمان حضرت موسی علیه السلام یک انسان 40 سال گناه میکند، مردم بیزار میشه، یک روز آدم میزند، یک روز آدم میکشد، یک روز آدم دست به کاری نامحرم میزند. میگه اینا اومدن پیش حضرت موسی گفتن ما اینا میکشیم. میره حضرت موسی علیه السلام گفت که ما حق نداریم جان داده خدا را از کسی بگیریم، هر گناه کدگی است از این بعد نمیکنه، بازش کنه. گفت نکنین این کارو. میگه اونا بازش کردن، باز یک هفته گذشت، میگه چند روزه که با گناه کرد. میگه این دفعه گرفتنش گفتن پیش حضرت موسی برای می چیش نمیکنن، میبخشش. میگه اینا نرسین، این کارو نکنین. خودشون مصلحت کردن، چند قدر نان و آب میگه اینا دادن. یک انسان 40 سال گناه کرده، میگه اینا بدرقه کردن، برو آوردن، میگه دور بردن از همون جایی که زندگی میکردن در یک جنگل، همونجا گذاشتن، گفتن خودت با انسان ها زندگی که نمیتونسته دیگه نبینه به قشلو. اگر درون مردمی ما بیای حکم تو قتل است، میکشیم دیگه نبیاوجا. میگه اینا رفتن،
این بنده خدا میگه چند روزه همون نان و آب داشت خورد، میگه اینا بود شده. میگه دستاش برداشت گوه الله من ترا نمیشناسم و گفته همینایی که آوردن مرا اینجا گذاشتن تو به کسان را کسی، تو به بسان را علاج و دوا دستی تو است. ای الله اینا مرا ترک کردن، خودت مرا قبول کن. ای الله مرا ببخش و بیامرز، اینقدر من گناه کردم. گفت مرا اصلاح و هدایت کن. میگه اینقدر دعا کرد، گریه کرد، در همون گریه از دنیا گذشت. میگه جبرائیل علیه السلام آمد حضرت موسی را گفت که خداوند میگه یکی از دوستان ما در جنگل است، در اون بیشه هست، از دنیا گذشته، برای تدفین تجهیزش کنه. حضرت موسی چند کسی را گرفت به اونجا رسیدن. اونا دیدن که همه آدمی که 40 سال یک انسانی که همش گناه میکرد در همون روستایی که اونا زندگی میکردن در همون قشلاق، ای موسی گفتن این کجا دوست خدا است؟ این همه آدم است، این دفعه ما خبر نکردیم وردیم همینجا پرتوفتی میره. جبرائیل علیه السلام به موسی گفت ای موسی گفت این همو اینا راست میگن، تاب الی الله تاب الله علیه، این طرف خدا گشت و توبه کرد، الله را بخشید. و اینا را بو کسی در تکفین و تجهیز شرکت میکند اونا را میبخشید. این هست مقام توبه بندگی. بندگی همین چیزا داره که انسان همه گناه میکنه، برای همین بندگی توبه دارد. توبه بسیار مقام بلند دارد. خداوند من و شما را و پروردگار را در این ماه مبارک، در این رحمت الهی، در این رمضان، در این بخشش گناهان همه ما توبه میکنیم. پروردگار گناهان ما را با کریمی و رحیمی و مهربانیت ببخش و بیامرز. اللهم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ينفعنا و زدنا علما برحمتك یا ارحم الراحمین.